در اثنای سفر ملا در شهری مهمان حاکم بود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. در سر سفره حاکم را چندین مرتبه عطسه گرفته هر دفعه به طرف ملا رو نموده عطسه می کرد. ملا پرسید: این حرکت شما پسندیده است؟ حاکم جواب داد: بلی، در شهر ما آن را عیب نمی‌دانند. ملا چیزی نگفت، اما لحظه‌ای بعد با خیال راحت باد صداداری رها کرد. حاکم خشمگین شده گفت: چه بی‌تربیت مردی هستی که در سر سفره چنین حرکت بی‌قاعده‌ای از تو سر می‌زند؟ ملا گفت: در شهر ما این حرکت بی‌قاعده نیست و عیب شمرده نمی شود.